مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیمی زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز در برنامه پشت پرده یک ویدیو حسابی جنجالی و پشم‌ریزون برای شما داریم و قراره که در طول این ویدیو یک سری فایل‌های صوتی، یک سری اسناد و مدارک و یک سری اطلاعات پشم‌ریزون برای شما افشا بکنیم از پشت پرده یکی از آقازاده‌هایی که حسابی این روزها تو فضای مجازی جنجال پا کرده. چند سال پیشم نسبت به این قضیه خیلی از مردم و رسانه‌ها واکنششون دادن. اونم ماجرای پسر معاون اول رئیس جمهور ایران، پسر آقای عارف هستش. این چهره میبینید اینجوری هم داره زل میزنه به تصویر. یه ذره اگه تصویر رو هم بزرگتر کنم قشنگ با موس بهتون نشون میدم. این چهره حمیدرضا عارف که فرزند معاون اول رئیس جمهور ایرانه که در یک جلسه رسمی که جلسه بوده برای معرفی وزیر سمت ایران و اصطلاحاً یکی از وزارتخونه‌های مهم، پسرشون اونجا حضور داشته. الان مردم و رسانه ها اومدن راجع به این قضیه واکنششون دادن، گفتن آقا پسر معاون اول رئیس جمهور چه سمتی داره که بعد تو جلسه معارفه های اتابک شرکت بکنه. البته در پشت پرده اینا هم بگم که اتابک که میخواسته بشه وزیر سمت یه رابطه ریزی با پسر آقای عارف داشته و اون هولش داده که بیاد بشه وزیر و تا بوده همین بوده. یعنی توی سیستم های مختلف دولتی همه جا با پارتی بازی و رانتولابیه. یه آزمون های استخدامی هم میزنن که اون دیگه ته کلاهبرداریه. میگن مثلا توی این آزمون استخدامی شرکت بکنید، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 تومان بدید توی این آزمون استخدامی شرکت بکنید. بعد یهو 1,000,000 نفر میرن تو آزمون استخدامی شرکت میکنن. 1,000,000 تا 1,000,000 میبینید چقدر میشه. کلا بودجه یه سال اون اداره رو به دست میارن، تهش 10 نفر استخدام میکنن، اونم از فامیلای خودشون. یعنی همون آزمون های استخدامی هم دلیل و عاملی برای کلاهبرداری خودشونه. حالا برسیم به این آقای عارف که قبلا هم ایشون به عنوان فرزند این خانواده، میبینید چهره عارف همسرشون رو و عکس‌های مختلف رو توی یه مصاحبه‌ای، یعنی اینجا جنجالی شد ماجرا، اومد خودش رو ژن خوب معرفی کرد. انگار مثلا ما ژن پشکل و ژن مثلا یه چیز دیگه ایم، ایشون ژن خوبه. ببینید من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به یه نقطه‌ای رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن. مادرم رتبه‌اش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه. یعنی بالاخره ما 3 تا برادر، هر 3 تامون هم درسامون خوب. بله دیگه، این رانته منتقل میشه. به حال شما 3 تا برادر، پدره بعد یه سمتی به شما بده، نمیدونم اون میشه معاون اول. یه دلالوزی ریزی که میشه، این اونو دلالوزی که دور هم دیگه میخورن یه سری از این مسئولین. به حال این سمت ها منتقل میشه. وگرنه چجور آقا عباس باتری ساز، سکینه سبزی فروش و خوتن فلان نمیتونه بیاد تو جلسه معارفه رئیس جمهور؟ نمیدونم این دولت یا خونه پدری شماست که همه برمی دارید میاد اونجا. پسر پزشکیان هم رفته و شرکت کرده. از زمان قدیم رئیسی هم دختر خودش رو برداشته و دورده. یعنی تو مملکت رفسنجانی که کلا پسراش اونجا هستن. یعنی نمیدونم اینا خونه پدرشونه، شما ارث پدرتونه، چیه برمی دارید میرید اینجا شرکت میکنید؟ چجور مردم عادی نمیتونن بیان شرکت بکنن؟ چجور مردم عادی نمیتونن بیان اونجا و از امکانات دولتی استفاده کنن؟ بعد شما اینجوری میای میشینی جلوی دوربین میگی به حال ایران ژن خوبی بوده، فلانی بوده. خب بقیه‌اش بوده هم. حالا میرسیم به بقیه چیزا. چتات و حول بودنا و حشری بودنات هم جلوتر بهش میرسیم. صبر کنید. فعلا میخوام دارم گرمش میکنم و چربش میکنم که در ادامه ویدیو برسیم. البته این آقازاده نیست، بقیه اون انگلزاده و فاضل آبزاده هم راجعشون صحبت میکنم. پسر شهید آبشناسان، پسرزاده، اون نمیدونم برادرزاده
سردار سپاه و انواع اقسام این آقازاده ها و فاضل آبزاده هایی که تو مملکت با اسم و رسم پدر و عمو و عمه و خالیشون خالشون دارن راه انطلاقی میکنن. پسر شمخانی بگه که کارهای نفتی میکنه، یواش یواش میرسیم بهشون تو طول این ویدیوها. فعلا الان به پسر عارف داریم میپردازیم و البته چند نفر دیگه کردین. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. من افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از 2 تا خونه خوب، از طرف مادر از طرف پدر اومده. آره میرسیم الان به این ژن خوب شما. اولا اینکه ایشون که خودش رو به عنوان ژن خوب معرفی میکنه، یه توضیح بده، بگو آقا چرا از همسر خودت لیلا جدا شدی؟ حالا غیر مستقیم میگم دیگه، مثلا شما خیلی علاقه داری با اون پسر داییت محمد هست، ستایی چی میگفتن، تریجم یه سری فیتیشام داری مثلا تو توضیح آقا چرا جدا شدی از همسر؟ ژن خوبه، احتمالا اون ژن هم منتقل شده دیگه، شما یه مقداری دلولی. حالا جلوتر به چیزای دیگه‌اش میرسیم. یه دفتر داره تو شریعتی، از اینا چند تا دفتر دارن، بیشتر کثافتکاری‌ها و دختربازی‌ها و در و داف‌بازی‌هاشو اونجا انجام میده توی شریعتی. بعد اکثر این دختر، مامانش هم که پزشکه، دخترها رو میفرسته پیش مادرش. بعد جالبه با دخترها روی تخت رابطه برقرار میکنه، بلا فاصله بعد رابطه میره غسل میکنه، پایین تخت نماز میخونه. 2-3 تا از همون دخترایی که باشون رابطه داشته هم فیلم تو دادن هم عکس تو دادن. یه استوری هم گذاشتم، نصف شهر اومدن گفتن که انقدر آدم حولی بودی و انقدر آدم عجیب و غریبی بودی، خب برای این پارتی بگیر، برای اون پارتی بگیر، میرسیم جلوت. بعد توی این ایری ویری خانم آقای که ژن خوبه، میخوام به شما بگم دیگه، چتاشو دختره برای ما فرستادن. این یه نمونش. و دختره گفته که یه فیلم داره میده طنز ایرانیه، 20 بار تو فیلم گفته ژن برتر. یعنی ببین از اون کلمه ژن برتری که تو مصاحبهش گفته برای دخترها هم میگه. بعد ما اینیم دیگه چتاش. حالا میرسیم. بعد توی این ایری ویری میاد کی از این دفاع میکنه؟ حالا یه چت دیگه وایسش هم میذارم که فکر نکنین چت ساختگی ها. ببین وایسش به دختره داده. کی میدونه من کلا اهل مسیج کنه دوباره برگذاشته بود. حالا جون قربونت برم، من ناراحت نشی. بود ببین ساعت چند بوده؟ 4:07 صبح بوده. چه انتظاری داشتی؟ من از خواب بیدار شدم نماز بخونم یه بدی اوکی زدم دیگه. جان میگه از خواب بلند شدم. سیستمشون اینا دمپای جوراب سفید، یقه بسته، اینجا جای مهر. بعد از آدمای حشری‌تر اینا حشری‌تر میگه من از خواب بلند شدم، صبح می‌خواستم نماز صبح بخونم دیگه، ویدیو رو دادم دیگه. بله خب داشتی من از خواب بیدار شدم نماز بخونم یه بدی اوکی زدم دیگه. از این حرفا نزن. بازی و ابراز علاقه با مسیج نیستم عزیزم. خب توی این ایری ویری کی میاد ازش حمایت میکنه؟ یه آقازاده دیگه، پسر آهنگران، محمد علی آهنگران، که همین پسر آهنگران هم من چتاشو دارم با دختر. ایشون هم اصلا بیاد بگه آقا چرا از زنش جدا شد، چرا رفت با ریان پارسا ارتباط برقرار کرد، چرا اصلا دلول اینا آخونده چرا دلول حال میکنن. یعنی از 100% توانایی‌هاشون هم جلو اپاش جفتش استفاده. به حال گرایش جنسیه به حال. ولی شمایی که بچه آخوندی میای میگی لواط فلان، که خودت از همین کثیف‌تری که مرد حسابی. چتاتو دارم من، فیلماتو دارم من، فیلم لختتو فرسته و فیلمت که تو حموم که پخش شد که اصلا دیگه بحثش جداست، دلبری میکنی برای دختره. هر جا میرفت میگم من زنم رابطه فلان. الانم که با سمیه نور تو دبی دارید 1000 تا کثافتکاری میکنید و پسر شمخانی. بعد جالب همین آدم سر پسر شمخانی هم کلا گذاشت، نمیدونم اون مهدی کمپانی فلان جوتا به اون میشه. بعد گفته که پسر آقای عارف هم مثل همه آدمای عادی از حقوق شهروندی برخورداره، حق داره در این مملکت مثل بقیه فرزندان مردم طبق قوانین و مقررات کار و زندگی بکنه، حق شهروندی و حرمتش محترم شمرده بشه. اگرم خدایی نکرده خلافی کرده باشه طبق قانون مثل بقیه مردم ما. یعنی یه آقازاده و دیگه میاد یه آقازاده دیگه. بعد خود همین آقای آهنگران به درجه این پرونده‌ای که داشته صحبت بکنه و این بذار من سیستمی رو درست بکنم خیلی چیک و مجلسی. شکایتی از شما شده بوده به اسم اتهام و کلاهبرداری و چیزهای مختلف اینا. آیا
خود راجع پرونده خود توضیح بده، نمیخواد راجع بقیه توضیح بدی. راجع کار نفتی که با اسم پدرت سردار سپاه انجام میدی، با اسم نوح خونی همین پدرت با اون نوح خونی ها مردم نگیم دیگه، ولش کن. برسیم به این پسر. این پسر شمخانی هم میبینیم. پسر شمخانی هم کشتی دارن تو جنوب خلیج جای مختلف و جای مختلف. راجع پسر شمخانی هم بعداً افشاگری میکنیم. شما پرونده هاتون شما بازه، صحبت خواهیم کرد. حالا این پسر مثل عارف هم ببینید اینجا، چتاشو ببینید. حالا کف پامو ببوس نمیدونم فلان اینا. اینجا اومده گفته که مگه من بهت آسیبی زدم. اینم یه وایس دیگه. کاشی گفته بودی بچه رو گفتم بیاد خونه محمد رانندم بره پیشش تا 3 صبح بمونه. بذار من غذا سفارش بدم بهت میگم. بله این آقای ژن خوب که تو جلسات مختلف شرکت میکنه، یه دونه با میرعلی دانایی اسم برات میارم، میدونم این ویدیو رو میبینی. اینایی که دارم میگم فقط دارم نوک میزنم و بعدا دیتیلاشو خواستید بهتون میدم. اون موقعی که به زنش خیانت کرد، از زنش لیلا جدا شد و حساباتو که صحبت کرد، تو کوهسار یه دونه پنت هاوس داشت. بعد ماشاءالله اصلا زیر پنت هاوس هم قبول نمیکنه. بعد رفت تو درکه هم میدونه پنت هاوس داشت با میرعلی دانایی. بعد تو ویلای اشکانینا توی طرف آتی اساس بود که تو همون کافه های آتی اساس اینا میگردی، اونجا هم تا دلتون بخواد فیلم و عکس و پارتیاش هست. بعد با امیر حسین نصیری که مربی باشگاهش هست، اون که دیگه اصلا براش دختر پاس میده اینا دیگه بماند، با بیتا و غزاله و اون کتیه که بعدش گندش بالا اومد که رد کتیه نمیدونم پرستو بوده و 1000 نفر برات دابی زدن و چیزهای مختلف. ببینید این که به نوعی حالا ایشون شاید حالا به هر دلیلی ورش داشتن آوردنش توی دولت، این که یه آدم ضعف دختر داره، این که آدم حول دختره، آقا چیزی بدی نیست تو برو دختر بازی بکن. همه دوست دختر دارن، تو هم میتونی دوست دختر داشته باشی. من با این قضیهش مخالف نیستم. ببینید ولی وقتی که یه آدمی میاد توی یه حکومتی میاد رأس سیستم قرار میگیره و اطرافیانش هم به اون آدم نزدیک میشن، مثل همین پسرش یا پسر بقیه آدمای مهم سیاسی، و این آدم‌ها ضعف دختر داشته باشن، سیستم‌های جاسوسی یا آدم‌هایی که حالا به نوعی میتونن رانت اطلاعاتی داشته باشن، به این آدم‌ها دختر نزدیک میکنن و به واسطه همون دختر میتونن ازشون جاسوسی بکنن یا میتونن رانت و لابی بکنن. ببین جاسوسی میشه نقطه سیاه کار. اینکه چجوری میان طرفو توی شدیدترین تدابیر امنیتی اسماعیلی رو میزنن تو اتاقش، بعد میگن دختر برده بودن تو اتاقش، از طریق اون شناسایی شده بوده، یا اینکه اطلاعات مهم هسته‌ای لو میره، یا اینکه انبار نمیدونم اسناد محرمانه اصلی لو میره، یا اینکه فلان آقازاده اطلاعات محرمانه سیستم رو میفروشه به کشور دیگه. 90% از طریق ضعف دختر اتفاق میفته. بعد میخوان حلالش بکنن، یه صیغه هم میندازن تنگش. وقتی که شما یه آدمی داشته باشی که ضعف دختر داشته باشه، آقا من میگم دوست دختر داشتن چیزی بدی نیست، تو برو 10 تا دوست دختر داشته باش، اما ضعفشو نداشته باش، بتون مدیریت بکنی دیگه. آقا از این شفافتر نمیتونم بگم. برو ایشون خیلی ضعف داره، فیتیشای عجیب و غریب. از طریق همین ضعف دختر میتونن به یه شخصیت مهم سیاسی نزدیک بشن و میتونن دیتاهای کشور رو بدزدن یا میتونن جاسوسی بکنن. اینجاست که میشه نقطه تلخ ماجرا. شاید خیلی‌ها کامنت بذارن بگن آقا این کاری که تو داری میکنی نمیدونم آبرو بردن اون آدم. ببینید یه جا هست شما آبروی آدم رو معامله نمیکنی با یه کشور. برای چی اتفاق میفته آقا؟ ما توی دنیا میتونیم یه قدرت اول باشیم، همه از همون حساب ببرن، پاسپورتمون یک دنیا باشه، منم اومدم آلمان دارم زندگی میکنم، اگر پاسپورت کشورم یک دنیا باشه من به عنوان ایرانی افتخار میکنم. ولی وقتی اون تو اون کشور ضعف مدیریتی باشه، حول بودن حشر بودن باشه، یه سری دیتا از اون کشور لو میره. اون کشور به عنوان که کشور جهان اول باشه میشه کشور جهان دهم، به عنوان یک کشور نابود شناخته میشه و من شهروندشم وقتی توی کشور دیگه هستم
سرم پایینه که به عنوان ایرانی هستم، به خاطر اینکه آدمایی که تو اون سیستم هستن آدمای حشری و عصبی و آدمایی هستن که فقط دور خودشونو میبینن، اون دلدوزی دور خودشونو میبینن. چت و فیلم و عکس و از این چیزا تا دلتون بخواد من دارم از این آدم، میتونم به مرور زمان پخش بکنم. خیلی هاشون از همون آهنگران دارم، نمیدونم از این پسر شمخانی دارم، از فلان سردار، همشون یکی یکی آسیاب به نوبت و تو روزهای آینده راجع بهشون صحبت میکنیم. ولی این به خاطر نیستش که من نسبت به این آدم عقده گشایی داشته باشم، اینا به مرور به اون سیستم آسیب میزنن. این دیتا قسمت کوچیکش، من فیلم این آدما رو دارم. ببین چقدر راحت میشه از این فیلم ها سوء استفاده کرد، چقدر راحت میشه از طریق همین فیلم ها دیتاهای مهم و محرمانه یک کشور رو ازشون کشید و برد. این تازه قسمت کوچیک این اتفاقات. راجع به سلبریتی ها هم حرف بسیاره. حالا من خیلی نمیخوام پر حرفی بکنم، ولی دوست دارم که شما هم نظرتون راجع به این آدمایی که خودشون ژن خوب میدونن، اما بهتر بگم که ژن حشری چی هستش، یه لطف بکنید حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و دوستاتون به اشتراک بذارید که صحبت داریم در طول قسمت‌های بعدی و در ویدیوهای بعدی. خیلی مخلص.